سلام. یکشنبه 15 اسفند 89 6 مارچ 2011 میلادی در مورد 12 موضوع امروز صحبت میکنم. موضوع اول اینکه جمع زیادی از فعالان جنبش زنان در داخل ایران و خارج از ایران با انتشار اطلاعیه‌ای در آستانه روز 8 مارچ 17 اسفند روز جهانی زن اعلام کردند که همدوش برادران خود به خیابون ها میایم و از خواست همگانی پشتیبانی میکنیم. اونها گفتند که دسترسی به حقوق برابر برای زنان جز در یک حکومت دموکراتیک ممکن نیست و به این ترتیب در واقع جنبش زنان ایران هم از خواست کلان جنبش سبز آزادیخواهی مردم ایران، یعنی پایین آوردن دیکتاتور و انتخابات آزاد و برقراری دموکراسی در کشور پشتیبانی کردند. مادران داغدار یا مادران پارک لاله هم با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کردند که در این حرکت اعتراضی سه‌شنبه شرکت خواهند کرد در روز زن و شرح مفصلی دادند از آنچه که بر سرشون رفته و اعلام کردند که ساعت 4 بعد از ظهر روز سه‌شنبه به خیابان فاطمی چهارراه امیرآباد نزدیک به پارک لاله خواهند رفت و در اونجا مجتمع میشن. لذا هر کس که بخواد از مادران داغدار پشتیبانی بکنه و این عزیزان رو حمایت بکنه میتواند که در این محل در تهران حاضر بشه. اما همونطور که روزهای قبل هم صحبت کردیم، اساس در حرکت روز سه‌شنبه، دومین سه‌شنبه اعتراضی ساعت 4 بعد از ظهر در تمام شهرهای ایران، از تهران تا بندرعباس، از تبریز تا زاهدان، از مشهد تا اهواز، همه بر اساس تجمع در میادین اصلی و پراکنده شدن در سطح محله ها، به خصوص در سمت شب، و حرکت اعتراضی رو در اقصانقاط کوچه به کوچه هر شهر و هر کوی برزنی ادامه دادن. همونطور که روزهای قبل هم صحبت کردیم، اساس بر خواست پایین کشیدن دیکتاتور آقای خامنه‌ای و برقراری انتخابات آزاد در ایران، همینطور خواسته آزادی زندانیان سیاسی به خصوص رهبران جنبش آقای کروبی و موسوی و خانم رهنورد و خانم کروبی و تمام زندانیان عزیز ماست، به خصوص در این روز که روز زن هم هست، آزادی شیر زنان زندانی ما در صدر خواسته هامون قرار داره. من باز هم تاکید میکنم بحثایی که در تظاهرات روزهای قبل اعلام کردیم دال بر اینکه پوشوندن صورت با ماسک، رعایت مسائل امنیتی، تحرک داشتن، آوردن ماشین ها به خیابون ها به خصوص در اطراف میادین اصلی شهرها برای حمایت از پیاده ها و سایر مواردی که در تظاهرات قبلی راجبش صحبت کردیم، باز هم فردا و پس فردا در این خصوص صحبت خواهم کرد. نکته دوم این که ماموران زندان به آقای بروجردی روحانی دگراندیشی که در زندان هست بیرحمانه حمله کردند، با تیغ او رو زخمی کردند، دست و پاشو بستند و صورتش رو تراشیدند و به هر صورت این روحانی رو که نزدیک به 5 سال در زندانه کماکان آزار کردند. مهسا امرآبادی همسر مسعود باستانی که دستگیر شده، پدرش اعلام کرده که او توسط سپاه بازداشت شده و در بند 2 الف اوینه. پدر مهسا گفته به نظر من جامعه حقوق بشر و سازمان ملل باید پیگیر این قضایا بشه. 180 تن از فعالان دانشگاهی هم طی نامه خواهان آزادی آقایان موسوی و کروبی شدند.
دبیر سرویس کتاب روزنامه شرق آقای سام محمودی هم بازداشت شده و چندمین روزنامه نگاری است که از این روزنامه دستگیر شد. نکته سوم اینکه کشور سوئد طرحی رو به سازمان ملل داده و خواهان تعیین یک نماینده ویژه برای رسیدگی به نقض حقوق بشر در ایران شده و این طرح مورد پشتیبانی خیلی کشورها از جمله امریکا قرار گرفته. وزیر خارجه فرانسه هم خواستار آزادی فوری آقایان موسوی و کروبی شد. نکته چهارم اینکه آقای موسوی اردبیلی از مراجع تقلید طی نامه نسبتاً تندی آنچه که در کشور اتفاق میفته رو خلاف اخلاق، خلاف شرع دونسته و مسائلی مثل توهین، افترا و به صدور احکام در خطبه ها و خطابه ها بدون دادگاه رو قطعاً از مصادیق خلاف شرع دونسته. آقای اکرمی و آقای قدرت علیخانی از وکلای اقلیت مجلس هم درگیری پیش آمده در قم در ختم آقای بروجردی داماد آقای خمینی رو به باد انتقاد گرفتند و در واقع از آنچه که در اونجا پیش اومد و گزارشش رو قبلا دادیم انتقاد کردند. نکته پنجم این که امروز وزیر نیرو آقای مجید نامجو در مجلس استیضاح میشه. نکته ششم این که حیدر مصلحی وزیر اطلاعات در یادداشتی که در سایت دولت گذاشته شده گفته که وزارت اطلاعات بعد از دیدار مقام رهبری عملیات تهاجمی خواهد داشت، به خصوص اسم ترورهای دانشمندان ایرانی را آورده و در واقع منظورش این است که وزارت اطلاعات ایران دست به عمل متقابل در اسرائیل یا احتمالاً کشورهای دیگه خواهد زد. قبلا هم وزیر اطلاعات این رو گفته بود. البته با توضیحاتی که آقای مصلحی داده به نظر میرسه حرف آقای خامنه‌ای که گفته بوده که وزارت اطلاعات باید فراجناحی عمل کنه منظور بیشتر این است که وزارت اطلاعات در خط آقای احمدی نژاد نباشه. نکته هفتم این که روابط عمومی سپاه در اطلاعیه‌ای که از سوی خبرگزاری فارس وابسته به سپاه منتشر شده مطرح کرده که حرفهای آقای سالار آبنوش فرمانده سپاه قزوین مواضع رسمی سپاه نیست، مواضع رسمی سپاه رو فرمانده کلش میگه و گفتن که اون حرف ایشون که گفته بود در واقع اگر انتخابات خواست مای سپاه درش نباشه خونین خواهد شد، گفته منظور از سوی مجاهدین خلق خونین خواهد شد و در واقع سعی کرده یک جوری ماستمالی و اون رو لاپوشونی بکنه. به هر صورت آقای نکته دیگه، نکته هشتم این است که این آقای سعید تاجیک که همونی است که به خانم فائزه هاشمی بد و بیراه گفته، معلوم شده که ایشون فرمانده لباس شخصی ها در میدون انقلابه. یعنی کسانی که در واقع اینطور به زن و بچه مردم حمله میکنن چه در تظاهرات چه در بیرون اون، در واقع این باند مافیایی هستند که همه جا حضور دارن. نکته نهم این که در لیبی آقای قذافی رو در جنگی که به شکل یک جنگ تمام عیار داخلی در اومده مخالفینش موفق شدن در شرق لیبی عقب برونن و مناطق نفتی رو کماکان در کنترل داشته باشن. شورای ملی در شهر بنغازی دومین شهر لیبی تشکیل دادن که هیئت اجرایی 3 نفره داره و در شهر زاویه در نزدیکی پایتخت یعنی طرابلس هم جنگ خونینی روز گذشته در جریان بوده، اما مخالفین موفق شدن کماکان ارتش قذافی رو به عقب برونن و اونجا رو حفظ بکنن. نکته 11 این که ایران دومین صادرکننده نفت بعد از عربستان به هند بوده که مدتی است خرید هند قطع شده و هند مسئولینش اعلام کردن کماکان راهی برای پرداخت به دلیل تحریم های بانکی برای پرداخت به ایران ندارن، بنابراین خرید نفت از ایران به جریان نمیفته. و نکته آخر این که فیسبوکی تشکیل شده که در واقع بر اساس نپرداختن قبض‌های گاز، آب، برق و سایر قبوزه و پیشنهاداتی هم مطرح شده این که در چهارشنبه سوری ما قبض‌های گاز رو
میسوزونیم به نشانه اعتراض که من اطلاعات بیشتری در این خصوص باشه روزهای آینده خدمتون عرض خواهم کرد. اندکی صبح سحر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرافراز باشید به امید پیروزی ایران و ایرانی.